از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پرسیده شد: محبت تو با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا چی اندازه هست؟ ابوبکر رضی الله عنه در جواب میگوید: به الله قسم، من آنقدر مشتاق دیدار او هستم که حتی وقتی در حضورش نشستم باز هم دلم برایش تنگ می شود. و به همین سبب بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ابوبکر به زیادی و نماز و روزه بر شما پیشی نگرفت، بلکه به چیزی بر شما سبقت گرفت که در دلش جای گرفته بود و آن محبت الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی برتری ابوبکر تنها به عبادت ظاهری نبود، بلکه به قلب سرشار از عشق بود. به دلی که محبت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، آن دل زنده هست.